سلام دوستانی عزیز، سفری خاطرمانی من به شهر پنجکنت بوستونی انجام یافت. از دیدن شهر و ملاقات با رئیس شهر پنجکنت خیلی خرسند شدم. ما درباره دستگیری دائمی خوب در رشد معارف و اقتصادی این منطقه صحبت کردیم. من با دانشجویان برنامه Access English از حساب و روزکاران فعال مرکز آمریکایی در شهر پنجکنت برخوردم. من امتیاز داشتم که از چند موضوعهای تاریخی و فرهنگی از جمله شهر قدیمی پنجکنت دیدن کنم که ایالات متحده آن را توسط هزینه سفیران ایما برای نگهداری میراث فرهنگی دستگیری کرده است. من اینچنین شهر سرزم و آرامگاه مقدس غرودکی را نیز در 5 روز زیارت کردم و البته از آش مشهور پنجکنت لذت بردم. پیش از همه من از مهمان‌نوازی مردم پنجکنت و همکاری ما به نهایت منت دارم. یک جهان تشکر و من به صبرانه انتظارم که به زودی باز به اینجا برمیگردم.